سلام دوستان، وقتتون بخیر. با یک ویدیو آموزشی دیگه در خدمتتون هستم. بریم اصطلاح رو بخونیم، مثالش هم تجزیه و تحلیل کنیم. عمرن باور نمی کنم. اصطلاح نگاه کن. عمرن باور نمی کنم. hayatta inanmam. hayatta inanmam یعنی عمرن باور نمی کنم. مثالشو ببین. گفته onun bana yaptığını hayatta inanmam. onun o به معنی یالا ضمیر او یا همون آن هستش. ان یاشاسın اون پسوند مالکیت برای شخص ضمیر او هستش. bana به من آ پسوند به هست. yaptığını yapmak انجام دادن کاری. yaptığını hayatta hayat به معنی زندگی تا پسوند در هست. inanmam اینامک به معنی باور کردن. میگه inanmam ما پسوند منفی ساز هست. میگه باور نمی کنم. onun bana yaptığını hayatta inanmam.